چقدر تنوع این درها زیاده، کدومو بخرم؟ این قشنگتره؟ نه این بهتره. این بهتره. میخوای در ضد سرقت بخری؟ دست نگه دار. قبل از اینکه حتی1 ریال خرج کنی این ویدیو رو ببین. چون میخوام 5 تا اشتباه رایج رو بهت بگم که نه تنها پولت رو هدر میده بلکه امنیت خونت هم به خطر میندازه. اولین و بزرگترین اشتباه، این روکش MDF زیباست، اما چیزی که امنیتتون رو تضمین میکنه زیر این روکش هست. متریالی که زیر این در استفاده میشه از ورق فولادی سرتاسری هستش که امنیتتون رو به شدت بالا میبره. دومین اشتباهی که خیلی‌ها نمیبیننش چارچوبه. قوی ترین درب دنیا رو هم که داشته باشی، اگر چارچوب فلزیش ضعیف کار شده باشه نمیارزه. ما در مجموعمون از ورق‌های فلزی 1.5 میلیمتری استفاده میکنیم که امنیتتون رو بالاتر میبره. سومین اشتباه شمردن تعداد زبونه‌های دره. 10 تا زبونه، 14 تا زبونه، اینا همش تبلیغاته. بریز دور. ما تو مجموعمون از یراقالات کال ترکیه با 5 کلید و 7 زبونه و این شناسه تاییدیه دار استفاده میکنیم. اشتباه چهارم، یه انتخاب کوچیک یا یه اشتباه فاجعه بار. دستگیره. یه دستگیره ضعیف میتونه اشتباه بزرگی برای انتخاب یه درب باشه. شما میتونید برای درب هاتون از یه دستگیره معمولی یا یه دستگیره با امنیت بالاتر استفاده بکنید. دستگیرهای معمولی که توضیح خاصی نداره، ولی دستگیرهای هوشمند رو اگر میخواید که اطلاعات بیشتری ازش داشته باشید، لینک ویدیوش رو زیر همین پست براتون میذارم. و اما پنجمین اشتباه، فکر میکنید کار تموم شده؟ نه. بهترین درب دنیا هم با نصب بد میتونه که کار رو خراب از آب در بیاره. ریگلاژ نبودن درز بین درب و یا حتی تراز نبودن اون میتونه کار رو خراب بکنه. ما در مجموعه ارغوان درب با حرفه‌ای‌ترین اکیپ نصب شما رو در این امر یاری میکنیم. خب اینم از 5 تا اشتباهی که میتونه به شما خیلی ضرر برسونه. برامون همین زیر بنویسید که کدومش براتون جدیدتر بود. ما رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای تخصصی بعدیمون رو از دست ندید. برای مشاهده بیشتر محصولات هم به وبسایت ما به نشانی argavandor.com سر بزنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.